حاجی آقا، نوشته صادق هدایت، راوی قاسم قرداغی، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. بخش سوم، قسمت دوم. بعد حاجی مزلقانی را آورد کنار خودش نشاند و جا برای رفیقش خیزران نژاد باز شد و گفت: خب آقای مزلقانی، از دنیا چه خبر؟ من از منابع موثق شنیدم که روس‌ها جلوی آلمان‌ها را گرفتن. اینها پروپاگاند سیاسی است، نمی شود بدون قید و شرط باور کرد. اگرچه دیشب پای رادیو بودم، به قول محافل نیمه صلاحیت دار تقریبا همه جبهه‌ها متوقف است. شاید از حقه‌های جنگی آلمانه، آن قشونی که من توی فیلم دیدم لشکر تور هم نمیتونه جلویش را بگیره، آن وقت روس و انگلیس میخوان جلویش را بگیرن. خواست بخندد، نتوانست. میگن توی جهنم مارایی است که آدم پناه به اژدها میبره. خب باز هم انگلیس. اما این شمالی ها چی میگن؟ مگر بدون تاجر و سرمایه هم چرخ دنیا میچرخه؟ از قدیم گفتن که دنیا به بازرگان آباده، اگر تجارت نباشه داد و ستد بخوابه، بنیه اقتصادی کشور از میان میره. آقا این هم رژیم شد که از صبح تا شام مردم رو بی خود و بی جهت بکشن و به کشتن بدهن. مگر با سرنوشت هم میشه جنگید؟ هرچه نصیب است نه کم میدهند، ورنه ستانی به ستم میدهند. از اول دنیا اینطور بوده که یکی از گشنگی بمیره، یکی از سیری بترکه. این همه پیغمبر و حکیم آمدند، همه همین را تصدیق کردند. اگر جلوی مرگ را میشه گرفت، قوانین جامعه را هم میشه عوض کرد. خب آلمان برای یک منظور و حقیقت عالی می جنگه، اما یکی نیست بپرسه اینها برای چی می جنگن؟ همش میگن کارگر و این بیچاره ها رو به کشتن میدن. من اصلا دستم نمک نداره. برید از رعیت هام بپرسید، انقدر که من به آنها خوش سلوکی میکنم، به طوری که منو میپرستند. استالین با کارگرهاش نمیکنه. با دست سقف هشتی را نشان داد. 40 ساله که این تار عنکبوت رو بالای سرم میبینم. یک مرتبه به مراد نگفتم که مرتیکه قرمساق اینو پاکش کن. حالا من بلشویکم یا آنهایی که دم از منافع رنج بر میزنند؟ حاجی فین محکمی میان دستمال گرفت و گفت: میدانید چرا قیمت اجناس بالا رفته؟ تقصیر تجار بیچاره چیه؟ 10 میلیون زن و بچه روسی از ترس آلمان ها گریختن، آمدن تو آذربایجان تقاضا کردن که تبعی ایران بشوند. اما به عقیده من دولت نباید به تقاضای آنها ترتیب اثر بده. فردا که آلمان ها آمدن چی جوابشان را بدهیم؟ غصه نخورید. در هر صورت تا چند روز دیگر آلمان ها توی تهرانن. بالاخره یک عوالمی که دروغ نمیشه. پس پریشب در انجمن ارواحیان ایران بودم. روح حاضر می کردن. روح مرحوم حاجی میرزا آقاسی حاضر شد، اون که دروغ نمیگه. پرسیدم جنگ رو کی میبره؟ جواب داد باد به بیدق هیتلر میوزد. ببینید چه جمله قشنگی. خب او هم سیاستمدار و هم ادیب بزرگی بوده. من میترسم زیر عمل برم، آلمانهای خودمان را توی تهران نبینم. مزلقانی: انشالله با هم گل نثار قدوم هیتلر خواهیم کرد. حاجی نگاه تحسین آمیزی به مزلقانی انداخت. شما گمان میکنید که گشون آلمان سوار مورچه سواریه یا مثل قشون شتربز شاهنشاهیه که نتونست پل کرج رو خراب بکنه جلوی بلشویک ها رو بگیره؟ خب
از اوضاع سیاست داخلی و بازار چه خبر داری؟ دیروز بعضی از روزنامه‌های معلوم الحال به محتکرین دارو حمله کرده بودند. آقا اینها پول از مقامات خارجی گرفتن، میخوان اقتصادیات مملکت رو متزلزل بکنن، میخوان ما رو به طرف ورشکستگی بکشانن. آقا از من به شما نصیحت، از شمالی ها برحذر باشید. همه روزنامه چی ها که با وجدان نیستند. حالا از خودتان میپرسم گناه تاجر چیه؟ اگر یک آلوی کرمویی تو خیک دولت نیست، چرا خودش داروها رو حراج میکنه؟ اون وقت گناه رو به گردن خریدار میندازه، دولت دولت دزده و ملت رو میچاپه. اون وقت دو قرتونیمش هم باقیه. یک مشت عاجزی گداگشنه رو اسمش رو ملت گذاشتن. کو دلسوز، چرا فقط از تجار توقع دارن؟ آیا قشون ما قشونه؟ مالیه ما مالیه است؟ معارفمان معارفه؟ و یا عدلیه و چیزهای دیگرمان مثل جاهای دیگره؟ به شتر گفتن چرا شاشت از پسه؟ گفت چه چیزم مثل همه کسه. آن وقت ادعایشان آدم رو میکشه. این مردمی که به این آسانی سالهاست همان گولها را مرتب میخورند. مضحک اینجاست که خودشان را باهوشترین مردم دنیا هم میدانند. این هم یک جور تبلیغ سیاسی است برای اینکه ما را به همین حال نگه دارند. کدام شاهکاری داشتیم؟ نابغه‌اش اعلیحضرت پهلوی بود. یک دکمه یک سوزن را نمیتوانیم بسازیم، اما همه مشروبات فرنگی را سر 3 روز درست کردیم. هی سرکه شیره را رنگ زدیم و توی شیشه چپاندیم و به به گفتیم. ما تقلب و دزدی و سنبلکاری رو با هوش اشتباه میکنیم. کدام صنعت، کدام علم؟ این همه دکتر داریم، باز کسی سرش درد بگیره اگر علاقه به زندگی داشته باشه باید بره فرنگستون. همین ناخوشی من. اگر دکتر حسابی داشتیم با یک دوا بخور یا چیزی چاق میکرد. من این همه سوزن زدم، فردا باید برم مریض خونه، جانم را زیر کارد دکتر بندازم. دعوای نفت که پیش آمد، با وجود این همه دکتر حقوق مستشار فرنگی گرفتیم. همیشه این ملت چشم به راه یک قلتشنه که ارو تیز بکنه و تو سرش بزنه. چند بار کنار کوچه ها درخت کاشتیم و کندیم، چند بار ادای فرنگی ها رو در آوردیم و نشد. از زمان شاه شهید خدا بیامرز شاگرد به فرنگستون فرستادیم و این هم حال و روزمانه. اما ژاپن که خیلی بعد از ما به این صرافت افتاد، حالا کسی نیست بهش بگه بالای چشمت ابروست. آخ. دستمال را برداشت، فین محکمی گرفت. اصلا خاک مرده توی این مملکت پاشیدن. همه منتظر بودن که بعد از دموکراسی روزنامه ها از مزار فساد اخلاق و دیکتاتوری و تشویق به صلح و سلم و دین و آیین بنویسند. حالا همش با دعوت به هرج و مرج، توطئه اجنبی پرستی، ورق پاره های خودشان را پر می کنند. البته حقیقت تلخه، اما باید اذعان داشته باشیم که نژادمان فاسد شده. نه علم نه هنر. از هر ملتی که لذیذترین خوراکش جگرکه چی میشه توقع داشت؟ هوا و زمین و آبمان پر از کثافت و مکروبات. باور کنید که ما داریم تو چاهک دنیا زندگی میکنیم، مثل کرم تو هم میلونیم. زمامدارانمان همه دزد و دغل و رشوه خورند. بله، دیگر منتظر چه هستید؟ اوه، قدیم اعیان بابا ننه داشتند، علاقه به آب و خاکشان داشتند، اما حالا هر دبوری، هر دیزی پزی میخواد وکیل بشه تا بهتر مردم را بچاپه و بعد بره خارج زندگی بکنه. قیصران نژاد وارد صحبت شد. حاجی آقا تصدیق بفرمایید که همه اینها تقصیر خودمان است که میدانیم و هیچ اقدامی نمی کنیم. همین بیعلاقگی و نمیدانم کاری جلوی هر اقدام سودمندی را گرفته.
هر کس میگوید به من چه، هر کس میخواد در میان این هرج و مرج رو بخور و بچاپ و به بهانه اینکه از نان خوردن نیفتیم گلیم خودش را از آب بیرون بکشد و دست به اصلاحات اساسی نمیزنیم. آخر تعادل و توازنی گفتن. هیچ جای دنیا مثل اینجا شترگاو پلنگ نیست. از یک طرف دسته انگشت شماری قصرهای آسمان خراش با آخرین وسایل آرایش دارند و حتی کاغذ استنجای خودشان را از نیویورک وارد میکنند. از طرف دیگر اکثر مردم بیچیز و ناخوش و گرسنه‌اند و با شرایط ماقبل تاریخی کار میکنند و میخزند. مگر ممالک اروپا از روز اول آباد بوده یا مردمش همانند که 1000 سال پیش بودند؟ یا در تمام دوره تاریخ ایران یک نفر حسابی نداشته ایم؟ پس اروپاییان زمامداران با علاقه داشتند و دلسوزی کردند و کارها را پیش بردند، در صورتی که صدها سال است که ما همش دل دزدی و جاسوسی و دغلی کرده ایم، حرف 100 تای غاز زدیم و ملت را در فقر و فشار نگه داشتیم و هنوز هم مشغولیم. باید دید آیا تمام این خرابی ها تقصیر ملت است؟ هر ملتی مربی لازم دارد، راهنما لازم دارد. همین ایران که زمان اشرف افغان مردم روحیه خود را باخته بودند، 100 نفر از جلوی تیغ دشمن میگذشتند و صدا از کسی در نمی آمد. چطور شد که شخصی مثل نادر پیدا شد و با همان مردم هندوستان را فتح کرد؟ مقصودم قلدر و نکره پرستی نیست. هر دوره یک چیز را اقتضا می کند، نه شخصی مثل رضا شاه که آلت دست سیاست خارجی با دست خودمان رو سر خودمان میزند. وقتی که رئیس مملکت دزدید، وکیل و وزیر و معاون اداره و رئیس شهربانی هم دزدیدند، آن وقت چه توقع بیجایی که از مشهدی حسن بقال داشته باشیم و تعجب بکنیم که میوه‌اش را میگنداند و دور میریزد، اما حاضر نیست که به قیمت ارزان بفروشد. همه اینها مثل زنجیر به هم بستگی دارد. یا باید اصلاح اساسی بشود یا قصه خوری برای مادران باردار و جمع کردن اعانه برای یتیمان و فقرا فقط خودنمایی بیشرمانه است. صحبت کار ما را به جایی نمیکشاند. یا باید تغییرات اساسی داد مثل همه جای دنیا که کردن و نتیجهش را دیدن، یا باید به ننگین ترین طرزی نابود شد. من به جز انقلاب چاره دیگری سراغ ندارم. حاجی سینه‌اش را صاف کرد، عرق روی پیشانیش را پاک کرد و حرفش را پس گرفت. بله، من هم اغراق کردم، اما شخصا با رولوسیون مخالفم. غلطه، خونریزیه. ما میخوایم به وسیله اولوسیون پیشرفت بکنیم. از این حرفها زیاد میزنن که ما در دوره ترانزیسیون واقع شدیم و بعد اولوسیون خواهیم کرد. این چه دوره است که برای ما تمامی ندارد؟ 1000 سال است که ما در دوره ترانزیسیون گیر کردیم. بروید ممالک دیگر را ببینید و مقایسه بکنید که از خیلی جهات از ما عقب افتاده بودند، چه در اقتصاد و چه در سابقه فرهنگی، و امروزه باید به ما درس بدهند. با الفاظ و اصطلاحات برای ما لالایی درست کردند. سالهاست که امتحان خودمان را داده ایم. هم استبداد داشته ایم، هم مشروطه، هم آزادی و هم دیکتاتوری، و نتیجهش این است که میبینید بدون رو در وایسی شخص لایق هم نداریم. همه امتحان خودشان را دادند. برعکس من معتقدم باید خونریزی بشود، به درک که تر خشک با هم بسوزند. صدها سال است که در اینجا جنگ و یا انقلاب ملی به تمام معنی نشده. مردم همیشه زیر چکمه استبداد و دیکتاتوری مرعوب و خفه شده‌اند و رمقشان رفته. از این جهت به خودشان زیاد اهمیت میدهند، از رنگ خون میترسند، در صورتی که در روز هزاران هزار از آنها را با پنبه سر میبرند. حال که ملت محکوم به مرگ بطئی است، اقلاً باید اجازه این تکان را به او داد. شاید بتواند یوغ اربابهایش را تکان بدهد و سرنوشت خودش را تعیین بکند تا پریشان نشود، کار به سامان نرسد. حاجی سگرهش را در هم کشید. انقلابی که به کمک و پشتیبانی خارجی انجام بگیره چه نتیجه ای داره؟ همه انقلاب‌های دنیا متکی به خودش نبوده. مردم گدا و گرسنه چه وسیله‌ای برای دفاع دارند؟ تمام زور و پول به دست طبقه حاکم است که از مردم توقع انقیاد و اطاعت محض را دارد تا بی دردسر آنچه را که می‌خورد هضم بکند. مردم هم ناچار است موقع را بسنجد و سود و زیان خود را در نظر بگیرد و کمکی جستجو بکند. آمریکا در جنگ استقلال خود کمک از فرانسه می‌گرفت و فرانسه از انگلیس و قس الی هذا.
این هیئت حاکمه همه جور امتحان خودش را داده، نه شخصیتی داریم و نه وسیله‌ای. اگر مردم اینجا دزد و حمال و چاقوکش است، در اثر تربیت زمامدارانش به این مرحله رسیده. همین است که هست. اما رجاله ها به اون حکومت میکنن، هیچ برتری به اون ندارن. یا حالا باید تکان بخورد یا هیچ وقت. حاجی قیافه گرفته: آقای خیزران نژاد، خیلی تون نرید. از آن علاقه است که به شما دارم. شما جوان و پرحرارت هستید. من هم روزی از این حرف ها می زدم. من خودم فرزند انقلابم. دوره مشروطه من یکی از سرجنبان ها بودم. ستارخان و باقرخان را کی به تهران آورد؟ من خودم تخم آزادی خواهی و دموکراسی ام. اما امروزه عقیده‌ام عوض شده. در هر کاری احتیاط لازمه. روسیه هم انقلاب کرد. چه نتیجه‌ای گرفت؟ همه مردمش از بین رفتن. هیتلر هم تمام خاکش را اشغال کرد، رفت پی کارش. دوره رضا شاه هم یک جور انقلاب بود، انقلاب که شاخ و دم ندارد. اما آیا به نفع ملت ایران تمام شد؟ حاجی حرف را عوض کرد: راستی ببخشید، این ناخوشی بی پیر نسیان میاره. آقای منادی الحق از شعرای حساس و جوان معاصر را خدمتتان معرفی میکنم. به طرف منادی الحق اشاره کرد. آقای مزلقانی سردبیر روزنامه کثیرالانتشار دب اکبر و آقای خیزران نژاد که افتخار آشنایی ایشان را پیدا کردم. منادی الحق چرتش پاره شد. مزلقانی پا شد، تعظیمی به طرف منادی الحق کرد و گفت: ذکر خیر ایشان را شنیده بودم. به قدری ایشان محبوب و گوشه‌نشین هستند که مثل سیمرغ و کیمیا اسمشان همه جا هست و خودشان را کسی نمی‌بیند. نمیدانم حاجی آقا با چه افسونی توانسته ایشان را تسخیر بکند. خوشبختانه به درک حضورشان مفتخر شدم. آقای منادی الحق، اثر تازه چه دارید؟ روزنامه ما را موشح نمی‌فرمایید؟ منادی الحق: چیز قابلی ندارم. حاجی: امروز بنده مخصوصاً برای امر مهمی احضارشان کرده بودم. متاسفانه تا حالا فرصت نشد. منادی الحق: از فرمایشات آقایان استفاده می کنم. حاجی: آقای مزلقانی، به شما توصیه می کنم از اشعار آقا غافل نباشید و در روزنامه خودتان درج کنید. یک نقاش زبردست هم می شناسم، آقای زرین چنگال، که عیناً اخلاق منادی الحق را دارند و کمتر در جامعه عرض اندام می کنند. آقا تابلوی از روی من ساخته که با خودم مونه میزنه. می توانید از کارهای ایشان هم استفاده کنید. مزلقانی پیروزمندانه دستش را بلند کرد. بنده پیشنهاد میکنم که عکس حضرت عالی، مقصود کلیشه همین تابلوست، در روزنامه دب اکبر چاپ بشود و شرح حالی هم از شما به مناسبت انتخابات زیر عنوان پدر دموکراسی در صفحه اول روزنامه درج کنیم. حاجی: آقای مزلقانی، ما رو خجالت میدید. اختیار دارید. بنده از صمیم قلب عرض می کنم باید ملت نوابغ خودش را بشناسد. بنده فقط برای کسب اجازه آمدم. به علاوه اعلانی که دستور داده بودید زیرنویسش را تهیه کردم. از سایه از لحاظتان می گذرانم. اگر مناسب است به همین شکل چاپ بشود. کاغذ از جیب خود در آورد و خواند: آقای حاج ابوتراب از خانواده‌های اصیل ایرانی که در دامن زهد و تقوا پرورش یافته و مبارزات اجتماعی و فداکاری‌های آزادیخواهانه ایشان بر هیچ کس پوشیده نیست. بنا به خواهش گروه بیشماری از میهن پرستان و آزادیخواهان نامزد وکالت میباشند و ضمناً متعهد میشوند که در اولین فرصت جاده 14 معصوم را برای رفاه حال هموطنان عزیز آسفالت بکنند. انتخاب ایشان را به تمام روشنفکران و آزادیخواهان توصیه می‌کنیم. لذا از عموم علاقمندان تمنا می‌شود وجوهی که به منظور آسفالت جاده 14 معصوم جمع‌آوری می‌شود به حساب شماره فلان بانک ملی بپردازند. حاجی متأثر: زبان بنده از تشکر مراهم سرکار الکنه، اما قدرت قلم هم در این جور جاها معلوم میشه. عیناً مثل منشات قائم مقام گروسی رفیق مرحوم ابوی است. مزلقانی: بنده از ساعت مقدستان تقاضایی داشتم. حاجی مشکوک:
اختیار دارید، خواهش میکنم بفرمایید. حال که خلوص نیت و مقام ارادت چاکر را درک فرموده اید، ممکن است استدعای عاجزانه‌ای بکنم که با وزیر محترم خارجه راجع به بنده مذاکره بفرمایید تا در صورت امکان بنده را در سفارت ایران مقیم واشنگتن از ترس اینکه حاجی نفهمد تصحیح کرد، یعنی ینگی دنیا، به عنوان وابسته ویژه نامزد بکنند. البته سعی خواهم کرد که رضایت خاطر مقامات عالیه را به خود جلب بکنم. حاجی که بدگمان بود و تصور تقاضای مالی می کرد راحت شد. شما بیش از اینها حق به گردن مخلص دارید. وابسته ویژه، نکنه که از لغتهای تخمی فرهنگستان باشه. اگرچه خودم عضو فرهنگستانم، اما زبانم بر نمیگرده که این لغتها را بگم و معنیش را هم نمیدانم. ما بودیم و یک زبان، آن را هم سیاست خراب کرد. به هر حال من درست نمیفهمم، یعنی وزیر مختار ینگی امام؟ اوه خیر قربان، شغل بسیار ناچیزی در سفارت ایران مقیم واشنگتن در آمریکاست که هیچ مسئولیت ندارد. حاجی دماغ پرصدایی گرفت. من اصلا نمیدانم. شما اقلن با این سابقه روزنامه نگاری و معلومات باید وزیر فرهنگ و یا وزیر مختار بشوید تا مسئولیتتان به صفر برسه. مسئولیت کدامه؟ مگر شما فرد این جامعه نیستید؟ مگر شما گمان میکنید وزیر مختار ایران غیر از اینکه هارت و پورت و خنده ساختگی و کرنش بکنه و زبان چرب و نرم داشته باشه و به شب نشینی ها و مهمانی ها بره و همیشه از کار زیاد و بدی آب و هوا بناله و با مقامات خارجی گاب بندی بکنه و به کار ایرانی های مقیم خارجه گرانه بندازه و باشپورت و ورقه تابعیت بفروشه و اجناس قاچاق خرید و فروش بکنه؟ مسئولیتی دیگری هم داره؟ راستش را میخواهید بنده جاه طلب نیستم و چون از راه قلم سرمایه ناچیزی در آمریکا انداختم، خیال دارم زیر سایه جناب عالی تجارتخانه قالی ایرانی در آنجا تأسیس بکنم که ضمناً تبلیغی هم برای صنایع میهنی در آمریکا شده باشه. اجالتاً در کلاس اکابر مشغول خواندن زبان انگلیسی هستم. باری منظورم این است که به این وسیله خرج سفر نپردازم و مجبور نشوم که این سنارس شاهی را به این و آن رشوه بدهم. مقصود عنوان رسمی و گذرنامه سیاسی است. حاجی قیافه متأثر: فکر شما را از ته دل تقدیس می کنم. حالا فهمیدم که حقیقتاً مرد کار و عمل هستید. مطمئن باشید هرچه از دستم بر بیاد کوتاهی نخواهم کرد. اما اگر میخواهید به آمریکا بروید، چرا زبان انگلیسی میخوانید؟ ممکن است که در راه احتیاج پیدا کنم، وگرنه زبان آمریکایی را خوب میدانم. بارک الله، بارک الله. به شما تبریک میگم که معنی زندگی را خوب فهمیدید. به نسل جوان امیدوار شدم دیگر کارتان نباشه، فقط اسم شهر رو روی کاغذ بنویسید و به من بدهید که فراموش نکنم. فردا اگر از زیر دست دکتر زنده جستم، سعی خواهم کرد که مشکلات را برطرف بکنم. بالاخره منم برای ورم فتح مجبورم سفری به آمریکا برم. بی خود عمرمان به بطالت گذشت، دیگر صحبتش را نکنید. این مملکت کارش نمیشه. آینه و حلواش را جلو بردن، برای تشییع جنازش آنهای دیگر هستند. همین شعر و منقل بافور و خیال بافی و مقاله نویسی و افکار انقلابی و های و هوی کار ما را به اینجا کشاند.
امروز مرد کار می‌خواهیم. هر ایرانی را جلوش را بگیری یک بیاضچه شعر نثر بوقلی شاه توی جیبشه. آقا از من بشنوید، کار ما تمامه. من هم اگر سن شما را داشتم تا حالا رفته بودم. آلودگی های زندگی منو پای بند کرده. اینجا قبرستون هوش و استعداده. اقلن برید دنیا را ببینید، خودش غنیمته. حاجی این جمله را با لحن اندوهناکی گفت. بعد دست کرد ساعت طلای بزرگی از جیب جلزغه‌اش در آورد، نگاه کرد و گفت مراد از توی دالان آمد. بله قربان. الان میری دنبال حجت الشریعه. من کار واجبی باهاش دارم. هر جا بود پیداش کن و بیار. چشم. مراد با عجله از در بیرون رفت. مزلقانی کاغذی به دست حاجی داد و با خیزران نژاد بلند شدند. اجازه مرخصی می‌فرمایید؟ قربان محبت سرکار، راجع به این موضوع کار تمام شد، دیگر فکرش را نکنید. نمره حساب بانک را به شما تلفن می‌کنم. سایه عالی مستدام، باز هم خدمت خواهیم رسید. آنها از در بیرون رفتند و حاجی نیمخیز بلند شد و نشست. در حالتی که خسته و عصبانی به نظر می آمد رو کرد به منادی الحق و گفت آقا خیلی ببخشید، خودتان که ملاحظه کردید این همه دردسر. آه اگر اجازه میدید من با شما مشورتی بکنم. شنیدم که شما قصیده های عالی می سازید. بنده در تمام عمرم قصیده نگفتم. خب مقصود شعر، قصیده یا تصنیف فرقی نمی کنه. می دانید که من عضو تمام محافل ادبی هستم. بیشتر عمرم صرف علم و ادب شده. پیش آخوند ملا کاظم جامع عباسی و جفر خواندم. به عقیده من از قاآنی شاعر بزرگتری در دنیا نیامده. اگر فرصت داشتم 10 دیوان شعر میگفتم. اما امروز روز اینجور تفریحات به درد مردم نمیخوره. حالا با داشتن این همه گرفتاری و بعد هم این ناخوشی، گمان میکنم که فرصت نداشته باشم شعری بگم. از طرف دیگر چون قول دادم در یکی از مجالس ادبی قصیده‌ای راجع به دموکراسی بخوانم، اینه که از شما خواهشمندم اگر ممکنه شعری چیزی راجع به دموکراسی بگید. البته این خدمت را فراموش نخواهم کرد. میدانید حالا دموکراسی مد شده. یک وقت بود شعرا مداحی شاه و اعیان و بزرگان را میکردند. برای من هم خیلی ها شعر گفتند. لابد شما هم طبعتان را در این زمینه آزمودید. حالا دیگر مد عوض شده. البته شعر هم یک جور اظهار لهیه است. میخوام بگم امروز عوض شعر ما محتاج یه مرد کار هستیم که 7 در را به یک دیگ محتاج بکنه. اما خب برای فرمالیته بد نیست، مخصوصاً که دوره انتخابات تأثیر داره. اینه که خواستم با شما خلوت بکنم. البته اجرتان پامال نمیشه. گمان میکنم که سوء تفاهمی رخ داده، به آن معنی که شما شعر میخواهید از عهده بنده خارج است. شکست نفسی میفرمایید، برای شما کاری نداره. من خیلی از شعرای معاصر را میشناسم. اگر لب تر کرده بودم حالا سر و دست می شکستم. اما از تعریف هایی که از مقام ادبی شما شنیدم و می دانستم آدم گوشه‌نشین و محتاج به معرفی و پشتیبانی هستید، این بود که شما را در نظر گرفتم. اشتباه میکنید. من احتیاجی به معرفی و عرض اندام ندارم. از کسی هم که تا حالا صدقه نخواستم. برای شما شعر بی‌معنی بلکه مضر است و شاعر گداست.
فقط دزدها و سردمداران و گردنگیرها و قاچاقها عاقل و باهوشند و کار آنها در جامعه ارزش دارد. حاجی که منتظر این جواب نبود از جا در رفت و زبانش به لکنت افتاد. شما هم عضو این جامعه هستی؟ گیرم دزد بی‌عرضه. منادی الحق حرفش را برید. حق با شماست. در این محیط پست احمق نواز سفل پرور و رجال پسند که شما رجل برجسته آن هستید و زندگی را مطابق حرص و طمع و پستی ها و حماقت خودتان درست کرده اید و از آن حمایت می کنید، من در این جامعه که به فراخور زندگی امثال شما درست شده نمی توانم منشأ اثر باشم. وجودم عاطل و باطل است، چون شاعرهای شما هم باید مثل خودتان باشند. اما افتخار می کنم در این چاهک خلأ که به قول خودتان درست کرده اید و همه چیز با سنگ دزدها و ترارها و جاسوسها سنجیده میشه و لغات مفهوم و معانی خودشونو گم کردن، در این چاهک هیچ کارم. توی این چاهک فقط شماها حق دارید که بخورید و کلفت بشوید. این چاهک به شما ارزانی، اما من محکومم که از گند شماها خفه بشوم. آیا شاعر گدا و متملق است یا شماها که دائما دنبال جامعه موسموس میکنید و کلاه مردم را برمیدارید و به وسیله عوام فریبی از آنها گدایی میکنید؟ حاجی از روی بی‌حوصلگی: اوه کفری به کنبوزه نشده که شعر که برای مردم نان و آب نمیشه، قابلی نداره. از صبح تا شام مته همین دزدها را میگید و با گردن کج پشت در اتاقشان انتظار میکشید تا شعرتان را بخوانید و صله بگیرید. حاجی از حرف خود پشیمان شد. اجازه بدید، مقصودتان شاعرای گدای پست مثل خودتان است، اما قضاوت شعر و شاعر به تو نیامده. شما و امثالتان موجودات احمقی هستید که میخورید و آروغ میزنید و میدزدید و میخوابید و بچه پس میاندازید، بعد هم میروید و فراموش میشوید. حالا هم از ترس مرگ و نیستی مقامی برای خود قائل شدی؟ هزاران نسل بشر باید بیاید و برود تا یکی دو نفر برای تبرئه این قافله گمنام که خوردند و خوابیدند و دزدیدند و جمع کردند و فقط قاذورات از خودشان به یادگار گذاشتند، به زندگی آنها معنی بدهد، به آنها حق موجودیت بدهد. آنچه که بشر جستجو می کند دزد و گردن بگیر و کلاش نیست، چون بشر برای زندگی خود معنی لازم دارد. یک فردوسی کافی است که وجود میلیون ها از امثال شما را تبرئه بکند و شما خواهی نخواهی معنی زندگی خودتان را از او میگیرید و به او افتخار میکنید. اما حال که علم و هنر و فرهنگ از این سرزمین رخت بربسته، معلوم می شود فقط دزدی و جاسوسی و پستی به این زندگی معنی و ارزش می دهد. همای گو مفکن سایه شرف هرگز، بر آن دیار که طوطی کم از زغن باشد. حق با شماست که به این ملت فوش می دهید، تحقیر می کنید و مخصوصا لختش می کنید. اگر ملت غیرت داشت امثال شما را سربنیست کرده بود، ملتی که سرنوشتش به دست اراذل و حاجی وحشت زده خودش را جمع کرد. حرف دهنت را بفهم، به من جسارت میکنی؟ از دهن سگ دریا نجس نمیشه. من 70 ساله که توی این محله به نامم، مردم امانتشان را پیش من میگذارن، زنهایشان را به من میسپرن. تا حالا کسی 70 سال است که مردم را گول زدید، چاپیدی، به ریششان خندیدی، آن وقت پولهای دزدی را برده ای کلاه شرعی سرش بگذاری، دور سنگ سیاه لیلی کردی، 70 ریگ انداختی و گوسفند کشتی. این نمایش تمام فداکاری توست. اما چرا مردم پولشان را به تو می سپارند؟ برای این است که پول را می کشد. از صبح زود مثل عنکبوت تار می تنی، دزدها و گردنگیرها و قاچاقها را به سوی خودت می کشی. کارت کلاهبرداری و شیادی است. گمان میکنی که پشت در پشت به این ننگ ادامه خواهی داد. اشتباه است. اگر تا یک نسل دیگر سرنوشت این مردم به دست شماها باشد، نابود خواهند شد. اگر دور خودتان دیوار چین هم بکشید، دنیا به سرعت عوض می شود. شماها کپکوار سر خودتان را زیر برف قایم کردید. بر فرض که ما نشان ندهیم که حق حیات داریم، دیگران به آسانی جای ما را خواهند گرفت.
آن وقت خداحافظ حاجی آقا و بساطش. اما آسوده باش، آن وقت تخم و ترکت هم توی همین گوری که برای همه میکنی به درک واصل خواهند شد. اگر با پولت به خارج هم فرار بکنی، حالا محض مصلحت روزگار به تو رویت لبخند میزنن، اما فردا به جز اخ و تف و اردنگ چیزی عایدت نمیشوند و همه جا مجبوری مثل گربه کمر شکسته این ننگ رو دنبال خودت و نسلت بکشونی. خجالت بکش، خفه شو. وقتی که آدم سر چاهک ساخت حاجی آقا نشسته، از مگس‌های آنها خجالت نمیکشه. موجوداتی قابل احترام هستند که کارشان به اینجا نکشیده باشه. رنگ حاجی آقا مثل شاهتوت شده بود. به تربت مرحوم ابوی قسم، اگر زمان شاه شهید پدرت هم مثل خودت دزد بوده. آدمیزاد لخت و اور به دنیا می آید و همانطور هم می میرد. هر کس پول جمع کرده یا خودش دزد است و یا وارث دزد، اما تو 2 ضربه میزنی. چشمهای حاجی مثل کاسه خون شد. حالا دارم به مزار دموکراسی پی میبرم. میفهمم که دوره رضاخان معقول تأمین جانی و مالی داشتیم. پسر بی حیا، پاشو گم شو. صدای منادی الحق میلرزید. برو همبونه کثافت، تو داری نفس از ماتحت میکشی، همه حواست توی مستراح و آشپزخانه و رخت خواب است. آن وقت میخواهی وکیل این ملت هم بشوی تا بهتر بتوانی به خاک سیاهش بنشانی. دستپاچه آینده تولید مثلایت هستی، تاریخ منحوست به مردمان آتیه هم تحمیل بشود. میخواهی بعد از خودت در این هشتی باز بماند و باز هم یک نفر با شهوت و تقلب و بیشرمی خودت اینجا بنشیند و گوش مردمان آینده را ببرد. تو وجودت دشنام بشریت است. نباید هم که معنی شعر را بدانی. اگر میدانستی غریب بود. تو هیچ وقت در زندگی زیبایی نداشتی و ندیدی و اگر هم دیدی سرت نشده. یک چشمانداز زیبا هرگز تو را نگرفته. یک صورت قشنگ یا موسیقی دلنواز تو را تکان نداده و کلام موزون و فکر عالی هرگز به قلبت اثر نکرده. تو تنها اسیر شکم و زیر شکمت هستی. حرص میزنی که این زندگی ننگین که داری در زمان و مکان طولانی تر بکنی. از کرم، از خوک هم پستری. تو پستی را با شیر مادرت مکیدی. کدام خوک جان و مال همجنس خودش را به بازیچه گرفته، یا پول آنها را اندوخته و یا خوراک و دوای آنها را احتکار کرده. تو خون هزاران بیگناه را از صبح تا شام مثل زالو میمکی و کیف میکنی. اسم خودت را سیاستمدار و اعیان گذاشتی. این محیط پست ننگین هم امثال تو را میپسندد و از تو تقویت میکند و قوانین جهنمی این اجتماع فقط برای دفاع از منافع خوکهای جهنمی افسار گسیخته مثل تو درست شده و میدان اسب تازی را به شما داده. توف به این محیطی که تو رو پرورش داده. اگر لیاقت اخ و توف را داشته باشی، به قدر یک خوک، به قدر یک میکروب طاعون در دنیا زندگی تو معنی نداره. هر روزی که 3-4 هزار تومان بیشتر دزدیدی، آن روز را جشن میگیری. با وجودی که رو به مرگی و از درد پیچ و تاب میخوری، باز هم دست بردار نیستی. طرفداری از دموکراسی میکنی برای اینکه دوا و غذای مردم رو احتکار بکنی. حتی از احتکار واجبی هم رو برگردان نیستی. میدانی توبه گرگ مرگ است. آسوده باش، من دیگر حرفه شاعری را طلاق دادم. بزرگترین و عالیترین شعر در زندگی من از بین بردن تو و امثال توست که 100,000 نفر را محکوم به مرگ و بدبختی میکنید و رجز میخوانید. گورکنهای بیشرف. حاجی رنگش کبود شده بود و ماتش زده بود، به طوری که درد ناخوشی خود را حس نمی کرد. منادی الحق بلند شد و در کوچه را به هم زد و رفت. حاجی با صدای خفه‌ای گفت: آهای مراد، هوار، به دادم برسید. مثل این بود که انعکاس صدای خودش را شنید. همه جا ساکت بود. وحشت کرد. دوباره گفت: کیه اینجا؟ این مرتیکه سوء قصد داره. بعد خاموش شد. دستمال را برداشت، دماغش را گرفت. چند دقیقه گذشت. در باز شد. مراد و حجت الشریعه با ریش رنگ و حنا بسته، چشمهای وردریده، عمامه سورمه‌ای و عبای شتری کهنه وارد شد و سلام غلیظی کرد. صبحکم الله بالخیر. حاجی تکیه به عصایش کرد، بلند شد و نفس بزرگی کشید. علیکم السلام.
آه آه آقای حجت، دیر آمدید. از خطر بزرگی جستم. این مرتیکه شاعر، این بلشویک، اگر زمان شاه شهید بود میدادم گوش و دماغش میکندن، دور بازار میگرداندن تا عبرت دیگران بشه. آزادی شده، دموکراسی شده، برای اینکه این مرتیکه پدرسوخته بی سر و پا به مرحوم ابوی اساءه ادب بکنه. تا حالا به یاد ندارم که اینطور به من جسارت کرده باشند. آقا فکرش را بکنید. به من میگه این مملکت مثل چاهک خلاست و آدمهایش هم مثل مگس آنجا هستند. مراد، گوشت را باز کن. این دفعه اگر منادی الحق، همین مرتیکه شرنده که اینجا نشسته بود و من پیش خودم جایش ندادم، اگر این آمد جوابش بکن. بگو آقا کمیسیون داره، اینها را باید کشت، نابود کرد، چون انگل جامعه هستند. خب مرتیکه، شعر تو که شعر قانی نیست، چند تا قافیه میدزدی و سرهم میکنی، وسیله گدایی خودت قرار میدی. آهسته گفت هیس مراد، برو ببین نکنه که پشت در گوش وایساده باشه. مراد رفت نگاهی در جلوخان انداخت و برگشت. نه خیر قربان حجت الشریعه، استغفرالله، این عهد و زمانه مردم نمک نشناس شدند، همه چیز از میان رفته. احترام، عرض، شرف، ناموس. حاجی: آقا این مرتیکه جاسوس خطرناکیه، حتما بلشویکه، سرش بوی قرمه سبزی میده. آقا وقتی که آدم از مال پس و از جان آسیست خطرناکه، باید سرش را زیر آب کرد. بگذارید از مریض خونه که در آمدم این منادی الحق را میندازمش توی هلفتونی تا قدر عافیت را بدانه. تقصیر خودمه که به اینها رو میدم. به سردبیر روزنامه محترم دب اکفر معرفیش میکنم. پدر سوخته بی شرف، بی ناموس، تو روی من پرخاش میکنی مثل اینکه ارث باباش را از من بخواد. این دفعه قلم پاش را میشکنم که بخواد از دم این در رد بشه. حجت الشریعه: در حدیث معتبر آمده که زمان ظهور حضرت مطرب و شاعر و دلغک زیاد میشه. شعر و نقاشی و موسیقی و مجسمه سازی فعل شیطانی است. حاجی: مراد، این مرتیکه معلوم نیست کجاها سرک میکشه، ممکنه با خودش میکروبات ناخوشی بیاره. سر جاش رو خوب جارو بزن، آهک بریز که بچه ها واگیر نکنن. بله چشم. حاجی ساعتش را در آورد، نگاه کرد و به حجت الشریعه گفت ببخشید اگه مزاحم شدم، کار لازمی با شما داشتم، فرصت سرخاراندن ندارم، نمیگذارن نمدی آفتابی بکنم. از بس که با این و آن جوال رفتم کلافه شدم. اوه میترسم باز بیان سرخر بشن. بفرمایید اندرون. حجت الشریعه: میل مبارک است، برای استماع فرمایشات حضرت عالی حاضرم. دالان دراز و تاریکی را پیمودند. در حالی که یک سر بند شلوار از پشت حاجی به زمین میکشید، جلوی در اندرون صدای های و هوی بچه شنیده میشد. حاجی سینه‌اش را صاف کرد و حجت یالله بلندی گفت و پرده متقال کثیفی که وصله خورده بود عقب زدند. کیومرث با دختری که سرش را تراشیده و زفت انداخته بودند دنبال موشی می‌دویدند که آتش گرفته بود. حاجی با صدای بلند: خفه شین، لال شین، اگر منو تو هشتی خفه بکنند یا ترور بکنند توی این خونه کسی نیست که به فریادم برسه. خفه شین ذلیل شده ها، جوان مرگ شده ها، با نفت به این وضع گرانی تفریح میکنید. اگر موش میرفت تو زیر زمین خونه هم آتیش میگرفت. صبر کنید بهتان خواهم فهمان.
موش آتش گرفته که زغزغ صدا می کرد رفت توی سوراخ راهاب. بچه ها پراکنده شدند. زنی که بچه کوچکی را لب چاهک سرپا می گرفت و دیگری که رخت می شست با گوشی چادر نماز روی خودشان را گرفتند. همه خاموش شدند. حجت الشریعه باز سرفه کرد. حاجی آقا به طرف چپ پیچید، از 2 پله بالا رفت. در اتاقی را باز کرد که تا سقف آن قالی روی هم چیده بودند و بوی نفتالین تند در هوا موج میزد. یک دستگاه تلفن 2 در به دیوار بود. سر بخاری کارت پستال زنهای لخت و باسمه عیسی و مریم دیده میشد و یک دعای 5 تن هم آن بالا به دیوار بود. طرف دیگر تصدیق ابتدایی کیومرث را که قاب گرفته بودند در درگاه آویزان بود. در محوطه تنگی که میان 2 گاو صندوق احداث شده بود حاجی آقا ایستاد و حجت الشریعه هم دست به سینه جلوی او منتظر فرمان بود. قیافه حاجی خسته به نظر می آمد، مثل این که با خودش حرف می زد. گفت این مردی که منادی الحق فکرم را خراب کرد. تا حالا کسی به من اینجور پرخاش نکرده بود. بیایید روی خوش به مردم نشان بدهید، پیزیشان را هم جا بگذارید، آن وقت 2 قرت و نیمشان هم باقی است. بعد روی 4 پایه‌ای که در آن نزدیکی بود نشست. حجت الشریعه هم روی یکی از گاو صندوق‌ها نشست و تکیه به بازویش کرد. حاجی صدا زد مراد که توی حیاط وارد شد: بله قربان. هر کس آمد منو خواست بگو آقا منزل نیستن. اگر چایی حاضره 2 تا پیاله برای من بیار. حجت الشریعه دستور داد استکانش نقره نباشد. مراد که رفت حاجی گفت شما همانقدر از طلا و نقره بدتن می آید که من. امروز حرفهای جدی تری داریم. میخواستم راجع به مطلب بسیار مهمی با شما صحبت بکنم. همینقدر سربسته میگم که موقع بسیار وخیمه و باید دست به اقداماتی زد. تا حالا از این 2 مسافرت که به شمال رفتید و شهرت‌هایی به نفع ما دادید استفاده‌های زیاد بردیم. البته خدمات شما منظور خواهد شد. خودتان بهتر می‌دانید که ایران بوی نفت میده. 1 جرقه کافیه که آتش بگیره. برای جلوگیری از این پیش آمد ما محتاج به ملت احمق و مطیع و منقاد هستیم. اما تشکیل این احزاب و دسته هایی که راه افتاده و دم از آزادی و منافع طبقه کارگر میزنند و زمزمه هایی که شنیده میشه خطرناکه، خطر مرگ داره. نباید گذاشت که پشت مردم باد بخوره و یوغ اسارت را از گردنشان بردارند و تکانی بخورند. باید دستگاه قدیم را تقویت کرد. حتی باید به مجسمه های شاه سابق احترام گذاشت. بنده کاملا تصدیق میکنم، اما در طی مسافرت اخیر مرتکب چند فعل حرام شدم که پیش وجدان خودم خجلم. خدمتتان عرض بکنم که 3 نفر دهاتی را نزدیک اردبیل به دستور مالک تکفیر کردم. 1 نفر از آنها را آنقدر زدند که دنده‌اش شکست. یکی دیگر را هم که جرمش بر من واضح نبود تبعید کردم. آن وقت اگر بدانید زن و بچه فقیر آنها هر روز می آمدند دامن عبایم را می بوسیدند و تضرع می کردند و تقاضای عفو. حاجی حرفش را برید. قصه خوری بیجا. 1 نفر، 10 نفر، 1000 نفر به درک که مردند. من از کلیات حرف میزنم. فردا که قدرت افتاد دست همان دهاتی بیچاره که برایش دلسوزی میکنید، آن وقت زن و بچه من و شما باید بره به دست و پای همان دهاتی بیفته، استغاثه بکنه. بله، یعنی اگر قرار بشه که مردم افسار سرخود بشن مثل منادی الحق یا رفیق مزلقانی کی بود؟ یادم آمد، این خیزرانی
دیگر جای من و شما نیست. تا موقعی که مردم سر به گریبان وحشت آن دنیا و شکیات و سهویات نباشند، در این دنیا مطیع و منقاد نخواهند ماند. آن وقت ماها نمیتوانیم به زندگی خودمان برسیم. تا ترس و زجر و عقوبت دنیوی و اخروی در میان نباشه، گمان میکنید میآیند برای من و سرکار کار میکنند؟ این پنبه ها رو از گوشتان در بیارید. واضح تر بگم، اگر ما مردم را از عقوبت آن دنیا نترسانیم و به تحمل شدائد زندگی ترغیب نکنیم و در این دنیا از سرنیزه و مشت و توسری نترسانیم، فردا کلاه ما پس معرکه است. اگر پسر من که تازه تکلیف شده زن نداره و من جلوی اون جفت و طاق سیغه میگیرم، عقیدهش سست بشه، دیگر به دنبال موش آتش زده نمی رود، نظم و قانون را به هم میزنه. اگر عمله روزی 10 ساعت جام میکنه، کار میکنه و به نان شب محتاجه و من انبار غالیم تا تاق چیده شده، باید معتقد بشه که تقدیر این بوده. فردا بیا به آنها بگو که همه اینها چرت و پرته، که او کار کرده و من کارشکنی کردم. آن وقت خر بیار و باقالی بار کن. دیگر جای زندگی برای من و شما باقی نمیمانه. دیگر کارخانه کشبافی دیانت منافعش را سر ماه برای من نمیفرسته. دنیا بلبشو میشه. دستمال را برداشت و دماغ محکمی گرفت. مقصودم اینه که لب مطلب را به شما بگم تا چشم و گوشتان باز بشه و دانسته اقدام بکنید. قدیم ها همه این را می دانستند. پس مردم باید گشنه و محتاج و بی سواد و خرافی بمانند تا مطیع ما باشند. اگر بچه فلان عطار درس بخواند، فردا در جمله های من ایراد میگیرد و حرف هایی میزنه که من و شما نمیفهمیم. آن وقت خدا حافظ حاجی آقا و حجت الشریعه. ما باید جای او قوطی کبریت بفروشیم. اگر بچه مشهدی تقی الاف باهوش و با استعداد از آب در آمد و بچه من که حاجی زاده است تنبل و احمق بود، و مصیبت ها. پس ما به نفع خودمان و برای خودمان اقدام میکنیم. دنیا داره عوض میشه. این همه جنگ و کشتار در اروپا در گرفته بی خود نیست. برای اینه که مردم چشم گوششان باز شده، حق خودشان را میخواهند. در این صورت ما باید مانع پیشرفت مردم اینجا بشیم تا دنیا به کام ما بگرده، وگرنه سپور سر گذر خواهیم شد. خوشبختانه در اینجا زمینه برای ما مساعده. وظیفه ماست که مردم را احمق نگه داریم تا سر به گریبان خودشان باشد و تو سر هم بزنند. حالا فهمیدید؟ من فردا میرم مریض خونه میخوام. شاید زیر عمل آب به آب شدم. کسی که از عمرش سند پا به مهر نگرفته. اگر امروز تمام مطلب را صاف و پوست کنده به شما میگم، برای اینه که دانسته عمل کنید. سرنوشت من و شما و بچه هایمان بسته به این اقدامه. حالا جامعه میخواد درست بشه، میخواد هرگز سیاه هم درست نشه. به من چه؟ به شما چه؟ اجالتا گاو شیرده ماست و دنیا به کام ما میچرخه. بگذارید ادامه پیدا بکنه. همیشه در این آب و خاک دزدها و قاچاقچی‌ها همه کار بودند، چون که مقامات صلاحیت دار خارجی اینطور صلاح دیدن. شما این رجال و اعیان این مملکت را نمیشناسید. من میدانم زیر دمشان چقدر سسته. مشهدی حسن خرکچی از آنها بهتر چیز سرش میشه، اما به نفع ماست که همین رجال سر کار بمانند. در این صورت باید شعائر مذهبی را تقویت کرد. اشتباه میکنید. ما نمیخواهیم که شما بروید و نماز روزه مردم را درست بکنید. برعکس، ما میخواهیم که به اسم مذهب آداب و رسوم قدیم را رواج بدیم.
اما به اشخاص متعصب سینه زن و شاه حسینی و خوشباور احتیاج داریم، نه دینداران مسلمان. باید کاری کرد که برزگر و دهقان خودش را محتاج من و شما بداند و شکرگزار باشد. برای اینکه ما به مقصود برسیم باید او ناخوش و گشنه و بیسواد و کر و کور بمانه و حق خودش را از ما گدایی بکنه. باید سلسله مراتب حفظ بشه، وگرنه همه مردم مثل منادی الحق هرهری مذهب میشن. من سرتیپ الله وردی خان را که سرم کلاه گذاشت به منادی الحق ترجیح میدم، چون از خودمانه و منافع مشترک داریم. اما فراموش نکنید که ظاهراً برای مردم باید اظهار همدردی و دلسوزی کرد، چون امروز مد شده، اما در باطن باید پدرشان را در آورد. یک حرفهایی هست که مد میشه و این حربه ماست. مثلا امروز باید بگیم که علوم و معارف خرابه. رضا شاه هم همین را میگفت، اما آیا به نفع مردم کار کرد؟ در عمل باید مانع بشیم و خرابکاری بکنیم. هیچ میدانید که ما بیشتر احتیاج به گدا داریم تا گدا به ما، چون ما باید تصدق بدیم، اعانه جمع بکنیم، غصه خوری بکنیم تا نمایش داده باشیم و به علاوه وجدان خودمان را راحت بکنیم. وگرنه سگ کنار کوچه با گدا پیش من فرقی نداره. در هر صورت مسئولیت مهمی به گردن ماست. نباید در چنین روزی آنها را به خال خودشان بگذاریم. برای همینه که خیال وکالت به سرم زد. آیا در خور شأن منه؟ نه، برای اینه که بهتر آنها را دهنه بزنم. تصدیق بفرمایید امر بسیار خطیری است، چون در دوره رضاخان عقیده و ایمان مردم را تضعیف کردند و مردم به راه ضلالت منحرف شدند و حال هم منطق العنان بار آمدند و به شعائر دینی استخفاف را جایز می شمارند. مراد 2 استکان چای آورد. حاجی آقا بلند شد رفت، از توی دولابچه 3 حبه قند کوچک آورد. مراد دوباره بیرون رفت. حاجی در حالی که چای دیشلمه را سر می کشید: بله، شما اشتباه می کنید. رضاخان خودش نمی دانست چه می کنه. مطابق دستور رفت کرد. یعنی اگر در ظاهر کلاه را عوض کرد برای این بود که ممالک همجوار اسلامی را برنجانه، اما کمک به اتخاذ اسلام می کرد. آسوده باشید، همین اتحاد عرب که زمزمش را افتاده بعد تبدیل به اتحاد اسلام خواهد شد و بعد هم دم ما را توی تله خواهند انداخت. تمام دستگاه آن وقت و اقدامات سیاسی که انجام می گرفت برای مجزا کردن ایران از همسایه‌هایش و از بین بردن اختلاف سنی و شیعه بود. آیا در زمان شاه شهید خدا بیامرز کسی می توانست شرح حال حضرت عمر ابن خطاب را در ایران چاپ بکنه؟ اما حالا صلاحه که اقدامات رضاخان را پیرهن عثمان بکنیم و به او فوش بدهیم، ناسزا بگیم، برای اینکه بهتر به مقصود برسیم. خب از دست بنده چه کاری ساخته است؟ خاطر مبارکتان مسبوق است. آن چند مأموریتی که از طرف حضرت عالی رفتم کارها کاملا بر وفق مراد انجام گرفت. انجمن از شما قدردانی خواهد کرد. شاید این سفر وظیفه دشوارتری بر عهده شماست. صاف و پوزکنده به شما خاطر نشان میکنم آن وقت که فقط به وسیله شیوع خرافات و تولید بلوا به اسم مذهب می توانیم جلوی این جنبش های تازه که از طرف همسایه شمالی به اینجا سرایت کرده بگیریم. بعد هم یک نره غول برایشان بتراشیم تا این دفعه حسابی پدرشان را در بیاورد. این آخرین اسلحه بران ماست. در صورت لزوم ما با اجنه و شیاطین هم دست به یکی خواهیم شد تا نگذاریم که وضعیت عوض بشه.
عوض شدن جامعه یعنی مرگ ما و امثال ما. پس وظیفه شما رواج قمه زدن، سینه زدن، بافورخونه، جنگیری، روزخانی، افتتاح تکیه و حسینیه، تشویق آخوند و چاقوکش و نطق و موعظه بر ضد کشف حجاب. باید همیشه این ملت را به قهقرا برگردانید و متوجه عادات و رسوم 2-3 هزار سال پیش کرد. سیاست اینطور اقتضا میکنه. آسوده باشید. یکی از این ملت باهوش از خودش نمیپرسه که چرا جاهای دیگر دنیا همین کار را نکردن. اگر ناخوش میشن جنگیر و دعانویس هست، چرا دوای فرنگی بخورن؟ چرا جگرشان داغون بشه؟ چرا چراغ برق بسوزانن که اختراع شیطانی فرنگی است؟ پیه‌سوز روشن بکنن که پولشان توی جیب هم مذهبشان بره. مخصوصا سعی بکنید که در مجامع عمومی و در قهوه خانه ها رسوق بکنید و به خصوص فراموش نکنید که شهرت هایی بر ضد روس ها بدید. بعد هم سینما، تئاتر، قاشق چنگال، هواپیما، اتومبیل و گرامافون را تکفیر بکنید. در این قسمت دیگر خودتان استادید. مثل دفعه قبل که شهرت دادید رادیو همان خر دجاله که یک چشم به پیشانی داره و از تار سیمی هزاران صدا میده و از این قبیل چیزها. بیدینی زمان رضاشاه را تقبیح بکنید. چادر نماز و چادر سیاه و عمامه را بین مردم تشویق و در صورت لزوم توزیع بکنید. از معجزه سقاخانه غافل نباشید. این دفعه باید توی دهات رخنه بکنید، چون تو شهرها به قدر کافی دست داریم. همینقدر سربسته به شما بگم که ما تنها نیستیم و دستگاه بزرگی از ما حمایت میکنه. علاوه بر این که دستگاه محاکمه و زور و قشون و قانون از خودمانه. پولدار هر کجا باشه کورکورانه از ما پشتیبانی خواهد کرد، چون پولدار شامه تیز داره و خطر را حس میکنه. در این صورت حرف آزادی خواها و انقلابی ها نقشه بر آبه. بعد دست کرد چکی از جیب جلزغش در آورد به مبلغ 8200 تومان و به دست حجت الشریعه داد. او گرفت، نگاه کرد و چشمهایش برق زد و با دست لرزان آن را در جیب خود گذاشت و گفت: خدا سایه سر حضرت عالی را از سر بنده کم نکند. اشتباه نکنید، این پول را انجمن تصویب کرده و باید به مصرف تبلیغات برسه. از این قرار از فردا صبح به طرف ارومیه حرکت بکنید. فهمیدید؟ البته تا ممکنه در مخارج باید امساک کرد و هر وقت پول لازم شد و هر وقت احتیاج پیدا کردید تلگراف رمز بزنید، فوراً بندگی میشه. اما این دفعه صورت حساب را زودتر بفرستید. دیگر خودتان بهتر میدانید. از مأموریت سابق شما گزارش خوبی رسید و از بس که من از شما تعریف و تمجید کردم حالا طرف اطمینان شدید. هرچند خیال داشتن به کاوزاکرین را جای شما بفرستند، اما به اصرار و با مسئولیت من با فرستادن شما موافقت شد. ممکنه در آنجا با آخوندهای دیگر بر بخورید که از عراق و بین النهرین آمدند. حساب آنها جداست و موضوع رقابت در میان نیست. باید با آنها صمیمانه همکاری بکنید، چون مقامات صلاحیت دار اینطور صلاح دیدن. البته خدمات شما بدون اجر نمیمانه. از وضع مردم و تجار بنویسید. پولدارها همه جا طرفدار ما هستند. سعی کنید ابتدا با آنها آشنا بشید. انگشتر را به طور تهدیدآمیز تکان داد. موقع غفلت نیست. من دستور دادم به محض ورود
همه تجار و اعیان شهر به پیشواز شما بیایند. حاجی آقا، بنده نمک پرورده هستم، اجازه بدهید دستتان را ببوسم. حجت الشریعه خم شد، دست کپولی پشمالود حاجی را بوسید و ریش و سیبیل زبر خود را به آن مالید. اجازه بدهید امروز عصر یک مرتبان مربای شقاقل به حضورتان تقدیم بکنم. برای حضرت عالی که از زیر ناخوشی در می آیید بسیار مقوی و مپیومشی است. اختیار دارید، من باید از شما تشکر بکنم. در حقیقت شما ثواب جهاد با کفار را میبرید. میدانید نباید راحت نشست. خب فردا میرم مریض خونه. حالا هر بدی، هر خطایی از ما سر زده حلالمان بکنید، دیگر دنیاست. خدای سایه‌تان را از سرمان کم نکند. خدا چنین روزی را نیاورد. انشالله رفع خواهد شد. بنده دعای مجربی دارم، آن را هم امروز برایتان خواهم آورد. به بازوی چپتان ببندید. مقداری هم تربت اصل میآورم که بسیار مؤثر است. حاجی سرش را تکان داد. بی اندازه متشکرم. بعد دست کرد، ساعت را در آورد، نگاه کرد و گفت مراد وارد شد و 2 کارت ویزیت که یکی به اسم علی قلی خیرآبادی و دیگری از صفدر رادیاتور بود به دست حاجی داد و گفت قربان، این آقایان را جواب کردم. حاجی لحظه‌ای به فکر فرو رفت و گفت خب بهتر. حالا برو آن امانت را از ذوالفلی بستان و بیار تو همین اتاق، همچین که بچه ها نبینن. مراد رفت. حجت الشریعه گفت قربان، بنده را مرخص می‌فرمایید؟ دست خدا به همراهتان. التماس و دعا. فردا حرکت می‌کنید، اینطور نیست؟ البته، سایه مبارک مستدام. مرحمت سرکار زیاد. حجت الشریعه رفت. حاجی به زحمت بلند شد، چند قدم راه رفت، برگشت، دستمالش را برداشت، دقت کرد، دید که جای آباد ندارد. دور و برش را نگاه کرد و در دامن عبایش دماغ گرفت و با خودش گفت فردا میرم مریض خونه. بعد رفت در یکی از گاف صندوق ها را باز کرد و کاغذی در آن گذاشت. در این وقت بند شلوار حاجی به زمین افتاد. حاجی اول ترسید و بعد آن را برداشت و روی گاف صندوق گذاشت. دوباره بلند شد و گوشه یکی از قالی ها را دستمالی کرد و زیر لب با خودش حرف زد. در این بین مراد با سینی نان و جگرک وارد شد. حاجی سر غذا نشست و در حالی که روغن خونابه از چکوچیلش میچکید و شقیقه هایش به حرکت در آمده بود به مراد گفت برو از مشرمزون 5 سیر انگور خوب بگیر. تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف.